با هجوم میگذارد. سعید مختار رسولوف پهلوانی که حالا تحت رهبری رؤوف حکمتوف مشق میکند. طالبوف هم مشق کرده است در خل احمد طالبوف و پهلوانانی هستند که یکدیگر را خوب میدونند. در وزن تا 73 کیلو در مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدند. هر دو پهلوان در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکردند. حالا باشن اکنون وزن را بالا بردن تا 80. وزاره در اینجا حالت وزاره از ایکامی را میتواند. اکنظر نظرف ببینید سرول باید پای را رها کند و بعدا سعید مختار رسولوف را زیر چنگال قرار دهد. بسیار حالتی عجیب بود در اینجا مبارزه. یک وزاره اکنون حق نظر نظرف را با پیش میبرد. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده سال 2019 همین سال در قهرمانی جهان گشتین کورش برنده مدال برنجی گشته بود. جام نوروز رو در سال 2019 با نشان طلا دوباره از جمله نبرد این پهلوان با خواجه‌زاده بهروز بسیار هم جالب و خاطرمون بود. اکنون برای سعید مختار رسولوف لازم است که جبران نماید اثری را. ببینید دست و چنگال هجوم های حق نظر نظرف. اکنون سعید مختار آموخته است و این پهلوان با هجوم میگذارد. نوبت دیگر سعید مختار قسمت حق نظر صدا میکنند و قسمت سعید مختار را بله اجرا کردن و نمیرسد برای سعید مختار رسولوف که علاقل رقیب را پهلو افتاند. سهراب رحیموف داور مرکز از سلاله رحیموف ها. نوبت دیگر حق نظر سعید مختار حالا دست میگیرد. هر دو هم از یکدیگر جدا میشن. باز نزدیکتر اکنون بسیار امکاناتی زیباست. این پان این پان است 100%. آفرین حق نظر نظرف اکنون چهره است که در وزن تا 81 کیلو اولین مراتبه نشان طلای قهرمان تاجیکستان را در این وزن میگیرد. هر دو دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی برنامه جهان پهلوان سعید مومن رحیموف هستند و این دو پهلوان برای به دست آوردن نشان طلایی تلاش ورزیدند، اما پیروزی برای حق نظر نظرف. آفرین رسول اعظم حالت تکرار رو میبینیم. در حالت تکرار ماهرانه بسیار جالب. باور کنید این پرتو در گشتین ملی تاجیکی حلال است 100%. دیگر حاجت برای شرح نیست.